با همه بیسری و شوخ و شنگی ها آوان زرین زندگی است بچگی. دست ها را شسته در این هنگام برای یکدیگر آب پاشیده، آستین ها را تر کرده و ته کرده، گرد و پیش هم جفت نشسته از یک طبق غذا خوردن کیفیتی داشت. در دانخوری ها که امروز با نام آش نهار مشهور است، نیز مردمی دهات دو چار گرد یک طبق می نشستند. شاید نمونه خوب اتحاد را نمایان می کرد. حکمتش خیلی غلطی است. واقعیت است که کم و بیش روزگار و تقسیم ریسک را از همان دوران به ما آموختند. هرچی بود با برادران و خواهران، اهل اولاد و همسایگان با هم می دیدیم. نمی شود از بودن اینچنین حالت شرم و ایبا کرد. بله، رسوم و آیین و عادت تاجیکانه بود. در مجموع با قاشق و طبق تراشان احترام خاصه گذاشتن پهلوی دیگری مسئله است. در کوهستان طبق را نمی فروختند، تقدیم یا بدل می کردند. مادرم می گفتند که طبق و گهواره را نرخ نمی گذارند. صاحب خانه هر چه از روی انصافش بدهد قبول است. در حیات جامعه انسانی صنعت کار با چوب خاصه طبق تراشی پسان پیدا شده در خیلی موارد به مردم سبکی آورد. جای سنگ فلز و گل آمد. شاید در عهد خیلی کهن بود به صورت سبد و افزار توری، ولی متاسفانه آثاری از آن آوان در دست نداریم. زیرا نسبت به دیگر نمونه ها چوب از تاثیر نمی حوادث طبیعی و اجتماعی زودتر نابود می شود. با وجود این هنرمندان با شناخت اسرار نباتات و انسان از درختان طبق می ساختند که سودبخش و سخت باشند. مثل قاشق و طبق از چارمغز و زردآلو، توت و چنار تراشیده می شوند. برای درک ماهیت آنها دانش غذایی داشتند و غذاهایی که مردم مثل قرطاق، شکر، فطیرمسکه، چنگالی، شیروغن، شوربای معرکه ها آماده می کردند تنها برای طبق و غذای طبقی بودند. هرگاه طبق را واژه عربی معنی داد می کنند به قول کمپیران دلم از طبقش می غلطد. هیچ نمی خواهم که چنین باشد. نمی خواهم طبق یا طبق را عربی بخوانند. و همان زمان یادم می آید مصرع تاجیکی ترین شاعر سعدی بزرگوار: به چه کار آید ز گل طبقی؟ به هر معنا استفاده می شود. طبق، طبقه، ورق. در ادبیات، فلسفه، نجوم، ولی طبق که بین مردم تاجیک گردش دارد باید تاجیکی باشد. بعضی ها با سادگی دعوا می کنند که عرب درخت نداشت، از کجا طبق می تراشیدند؟ اما این موضوع بحثی علاهیده است. زمان نو نسل را به میان آورد که مال خود دانستن طبق را عار می شمارد و در طبق غذاخوری را خاص قشلاقیان می دانند. اما من پس از مسافرت شهر و دولت‌های گوناگون لذت غذا را در طبق بیشتر احساس می کنم. این یکی از جهان پهلوان سیمومی رحیم و فقرا که دوست داشته‌اش را پرسیدن پاسخ داد: شکرا و شکرا در طبق. تسلای دلم عملهای جوانمردانه یعقوب ابن لیث است که بفرمود تا تره و ماهی و پیاز چند بر طبق چوبی نهاده و پیشش آوردند. آنگاه فرمود تا رسول خلیفه را در آوردند و بنشاندند. روی سوی قاصد خلیفه کرد، گفت: برو و خلیفه را بگوی که من مردی رویگر زادم و از پدر رویگری آموختم و خوردنی من نان جوین و ماهی و پیاز تره بوده است و این پادشاهی و گنج خواسته از سر عیاری و شیرمردی به دست آوردم، نه از پدر به میراث دارم و نه از تو یافتم. از پای ننشینم تا سر تو به مهدیه نفرستم. از شجاعت و رزماوری فرزند تاجیک یعقوب ابن لیث و عار و ناموسش افتخار میکنم و طبق را در قطار آثار قدسی میپذیرم. همکنون نمایش هنر و عنعنه‌های مردمی هیچگاه به طبق خنبوره و خم و خنبه، قاشق و چخچو و چخدیگ نمیگذرند. و بسیار حالتها زنان خوشلباس و خوشکار در شغل دخکشی و جدا کردن مسکه خادمان اساسی هستند. آنها محفل و معرکه های ایدانه و جشنواره ها را زیب و آرام می دهند. خیلی خوب است. ولی نمونه هایی که می بینیم خاصی آخری عصر 19 و میانه های عصر 20 می باشند. البته یک پیوندی با زمان پیش دارند، ولی روی راست باید بگویم که آنها نه نمایشگری سلیقه‌ای بلند از تاریخ کشورند. عشق عاشق
کفش قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم چیخن آزاد میتراشم کفش قاشق دیاشی بگم تو دود میتراشم کفش قاشق دیاشی بگم تو دود میتراشم دختر گلی سومنک لبکا شیرین یخمنک دختر گلی سومنک لبکا شیرین یخمنک سومنک اما خوبه به خوش و تو به تبا سومنک اما خوبه به خوش و تو به تبا عشق عشق میتراشم طبق و قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم چیخن آزاد میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم اوستا راستت کوزچه ادختا بداد دنگیچه اوستا راستت کوزچه ادختا بداد دنگیچه دیاشی دای دنگیچه خوشو بکراش ای بچه دیاشی دای دنگیچه خوشو بکراش ای بچه عشق عشق میتراشم طبق و قاشق میتراشم ای چوبی دود میتراشم چیخن آزاد میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم طبق و قاشق دیاشین بگم تو دود میتراشم دختر گلی نوروزی پاکی بیدود گلدوزی دختر گلی نوروزی پاکی بیدود گلدوزی باقی دخته بلدوزی نصیبی اسکاروزی باقی دخته بلدوزی نصیبی اسکاروزی عشق عشق تمام شد کار قاشق تمام شد عشق عشق تمام شد کار قاشق تمام شد هرگز رفتیم حقیقت بزم قاشق تمام شد هرگز رفتیم حقیقت بزم قاشق تمام شد هرگز رفتیم حقیقت بزم قاشق تمام شد آثار غیلات و فرخار بدان دلیلند که هنوز 5-6 هزار سال پیش مردم منطقه به واسطه چرخ کلالی مصنوعات می ساختند. محصول دستشان خیلی نفیس، صیقل خورده، زیبا و گوناگون بود. ظرفهای ساختهشان از خرد، سیمابدان برای اطریاد و آرایش زنان تا خمهای بزرگ برای نگهداری گندم، روغن، شراب و کاسه و طبق و پیاله و قدح و پیمانه احتیاجات مردم را قانع می‌کرد. در آنها مهارت کامل کاسبان برملاست و حکمت پیشینیان نهفته. یاد دارم که در خمهای خاصه گوشت، خم و گندم نگهداری میشد و برای آرد کولیها در علوخانه ها می نهادند. آن زمان علوخانه یا نانپسخانه می گفتند. جرغات و مسکه را در تنگ و ظرفهای دو دسته آویزان می کردند. عجب خوش لذت بودند که گرد و غبار کیمیایی نداشتند. یادم میآید از خرمه مادرم که یخنی میخواباند و با برادرم سهراب خفیه گوشت میره بودیم. البته از عملمان آگاه میشدند ولی در اکثر موارد حالتمان ما را میفروخت. هنگامی گوشت را گرفته روغن در دستانمان ایز خود را میگذاشت و در کوچه های سیرچنگ تا آرنج کره میبست که اعمالمان را یقین میکرد. در این میان میخواهم از عنعنه های مردمی که میشناسم و پیش چشمانم جریان داشت بنویسم. آیا من درست میکنم و مرا درست میفهمند؟ شاید نه همه بپذیرند. اما درباره روزگار قلم میفرسایم که عمر فرسودم. یادنامه آن ایام برایم خوشایند